از دست رفته هم باید قدر نمود. خیانتکار در دو ساحل آسودگی نمی‌یابد، زیرا او برای هموطنان خود خیانتکار و برای خواجگان خارجیش از آن بدتر و منفورتر است. شرط و فایده یگانه که برای از بین بردن افراد خیانتجو از جانب خواجگانشان بعد از به اتمام رسیدن سفارش‌ها به عمل می‌آید این است: وطن خود را به ما فروخت، ما را نیز فردا به دشمنان مفت خواهد داد. همینطور افرادی که به قدر وطن خویش نمی‌رسد شرمنده‌وار، بی‌نام و نشان نابود می‌گردد. دهشت و خونریزی که اولهای سال 90 عصر گذشته در کشور ما به وقوع آمد با نقشه و خواست افراد دولت‌های علاقه از بیرون و با دست افراد وطن فروش از داخل به عمل آمد. دولت شوروی پاش خورد. این برای خیانتکاران که نقشه خود را هنوز از سال 1990 طرح‌ریزی کرده بودند دستک شد برای عملی سازی آرمان‌های خواجگانشان. گروه پیدا شدن از اون جمله به نام ملا عبدالله میگفتند و هم مسلکان اونها بودند، همت زاده، داملا قیام دین بودند. اینها یک شخصانی هستند که شخصانی زرخرید یا خواجگان مخصوص خود را دارند یا خواجگان از پردگی دارن. معلوم شد در سالهای 1990 تا 92 و آیسا مردم را به یک حالت نهایت وزنین گرفتار کردن. مردم با همین گروه مثل جولی کوری گروه، خب کاغذمال یک گروه، آزمال یک گروه، ایش یک گروه، همین که جمع کرده تا سالی بگیم که 90 89 و 90 و 91 بعد مردم جمع شد. مردمی که نمیدانستن که ما مقصدمون چیه. چون این دولت چون تاجیکستان و چون این ملت چون تاجیک باید در یک مدت کوتاه از بین میرفت و زیر نقاب اسلام تاکید میکنه. زیر نقاب اسلام باید دولت اسلامی میساختند که نمونه این دولت را ما و شما و تمام دنیا امروز میدانیم و میبینیم که با چی کار و پای کار مشغولند. نفران معین از این سرزمین هموطنان ما و شما مردم را به آشوب و ویرانکاری دعوت میکنند. گویا آنها به مردم آزادی می آورند و آینده روشن می ساختند. اما از دهشتکاری آنها ده ها هزار فوت دیدند. خسارات بزرگی به دولت رسانیده شد و مهمتر از همه خطر از بین رفتن ملت و دولت نزدیک شده بود. اینک این همه چگونه صورت میگیرد و که ها بودند آنهایی که وطن خود را فروختند و آن را به خون آغشته کردند. یکی از این افراد که امروز از عملهای کرده‌اش گویا پشیمان است خطره از آن نقشه و دهشت را برایمان از زبان خود حکایت میکند. مردم عزیز، برادران و خواهران، به یک کلمه تاجیکستانیان آگاه باشید. من از اول حرکت‌های خونریزی در این کشور آگاه بودم. بلاها و سختی‌هایی که در این کشور گذشت من اعتراف میکنم که همه اینا رو من دیدم، شنیدم، فهمیدم. اینک کی هست این مرد که خیلی زیاد از وحشت و دهشت سالهای 90 دیده است و خود نیز دست داشته است؟ سعید قیام‌الدین قاضی، معروف با تخلص‌های ایشان قیام‌الدین، بابای ایشان گنرال مردمی، سنه تولدش 21 مارس سال 1952، زاده شهر حصار، ملتش تاجیک، معلوماتش عالی، اویلدار، صاحب 8 زن و 28 فرزند، استقامت کننده ناحیه خراسان دهه آبکی، یکی از تشکیل کنندگان و راهبران تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلامی و اعضای فعال اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک، سرکرده و تبلیغگر اساسی مذهب به ما بیگانه شیعه، وطن فروش و خیانتکار. من نمیگذارم که این اسرار پوسیدگی افلاسی که سرایت کرد مردم را به فساد کشید، 150,000 به شهادت رسید، هزاران هزار مهاجر شد، هزاران هزار بی پدر، بی مادر، بی شوهر، بی فرزند شدن. نمیخوام که این پنهان بماند، باید این گفته شد. آنها در گرد همایه‌ها مردم فریفته را با دست خود گمراه میکردند و میکشتند. که ها بودند تشکیل کنندگان این گرد همایه‌ها؟ کی مردم را فریفته و دعوت میکرد؟
با کدام طرز و راه؟ این مصیبت ها را اولین شب گوگید شب نهضت اسلامی زد. نهضتی که به نام اسلام روش پوشانده بود فساد خودش را باز کرد. درست، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دستن در کار اساسی این بدبختی ها بود. اما اجرا کننده ها که ها بودند؟ آن روزها را ما خوب در یاد داریم. عامه مردم فریاد میکردند و دست میبرداشتند. کیها و یا کی مردم ساده را به ویرانکاری دعوت میکرد؟ در میدان شهدا همین من بودم، صحبت کردیم، خیلی صحبت های آبدار با جاذبه. البته دیگران هم بودن صحبت کردن، مردم میدونن، لیکن یکی از همون سخنورها من بودم. من مردم دعوت کردم. آنقدر منم صحبت کردم، آنقدر منم جذب کردم، ده ها هزار آدم در آنجا گیردی هم آمد. نتیجه شد اینی کارهای بد و این کارهای بدبختی و کارهای سختی و دشواری. همین گیردی همایی ها میدان شیلون بگیم سرشیدن و نوازی کارهای خارجی ایران ولایتی با تاجیکستان آمد. ما نهضت اسلامی با سید قیامالدین غازی، عبدالله نوری، همتزاده به نزد اداره حاجات میگفتیم. او را از همین بالای کلان پیشتورسکی گروه دلچنبرها خطی قطار استاده، نهضتی همه در ره یگان جای خالی نبود. صلی علی محمد ولایتی خوش آمد گفته می آوردیمش، آوردیم به اینجا رسوندیم. بعد همین شیرخانی و بعد ولایتی رفتن. بعد نگاه کردیم که کار رنگ دیگر گرفت. چی گرفت؟ بعد مردم ها جمع شدن گرفت. بعد مردم به خلاف دولت، به خلاف مردم، به خلاف کمونیستا، به خلاف شاعرها، به خلاف مثلا زیایی‌ها یا مسلمان نیستن گفته. بعد سر شد. نتیجه همین عمل ناجا، همین کارهای ناجا، همین میدانی ناجا، میلیون ها آدم مهاجر شد، هزارها آدم به خانمان شدند، هزارها کودک یتیم شد. در اسلام یک یتیم را آزردن چه مقدار گناه شدید دارد. لیکن ما در این کارمان هزارها یتیم کردیم، هزارها بیوزن کردیم، هزارها پدری که آرزو داشت که در آخر من پیر را ببرد به خار بسپارد، این پیر فرزند جوانش به خار سپرد. مردم بیچاره و بینوای تاجیکستان به سبب این غوغا و آشوب و قتل و کشتار و بی‌انصافی که در این کشور به وقوع پیوست، میلیون به کشور افغانستان فرار کردند، همگی مهاجر شدند. من که در تهران همون لحظه ها قرار داشتم، فرمان نوری رسید که به افغانستان برگردیم. نقشه فلج نمودن دولت و ملت تاجیکان خیها بیرون از کشور طرح‌ریزی شده، اکنون از جانب خائنان خارجی و داخلی عملی میشد. بعد 2-3 ماه این سران دیگر به طالقان رسیدند، مثل نوری و مثل همتزاده و مثل عبدالرحیم و مثل دیگرها همه به اونجا رسیدند. پس اولین جلسه در اونجا به سرداری بنده شروع شد. برای رئیسی گرفتن بینشان اختلاف پیدا شد. البته این گروه که هدف اساسیشان بنستی آوردن ملت و دولت تاجیکان بود، حتی بین خود یک رو و یک دل نبودند، بلکه هر کدام از آنها حصه بیشتر میخواست از بدبختی ملت تاجیک به دست آورد. جناب استاد نوری رای داده شد و کس رئیسی نهضت شد و بقیه معاوناش مثل دولت عثمان، مثل تورجانزاده معاون اول شد و همتزاده وزارت امور کارهای خارجی را گرفت و با هم معاون بود و همین دو چیزها را هم مسئولیت ها را گرفت. ما در زیر همون فرمانی سید عبدالله نوری بودیم. ما کماندیر بودم جمع میکردم و سید قیامالدین غازی با فرمان سید عبدالله نوری در تمام شهرها و
رفتن مبلغ جمع کردن می‌آورد. چنان به همون زبان عربی به مردم فهمیسته میکردم که اشکریزان به ما پول میآوردن میدادن. ایشون خوندیم کارش همین است در نهضت که یعنی برای نهضت تبلیغ میکرد در بین جوانان و باز مسئله دیگری که او انجام میداد این عبارت از آن بود که با کشورهای عربی و کشورهای اسلامی میرفت و مبلغ رو جمع میکرد. به همین منوال سعید خیام‌الدین غازی و همصفان و راهبرانشان از دولت‌های خارجی گویا برای نجات و کمک مهاجرین اجباری تاجیک مبلغ‌های هنگفت می‌گرفتند. حتی همه هم برای مهاجرات درست مصرف نمیشه. برای نهضت، برای جمع‌آوری لشکر، برای جمع‌آوری اسلحه جمع میشه. وقتی ما پول آوردیم 10 میلیون دلار دیدیم که بازارهای اسلحه بازارش گرم شد، با لباسهای نظامی خریدن بازارش گرم شد. مبلغ‌های زیاد به دست می‌آمدند و زود بین سرکردگان گروه‌های جنایت پیشه ناپدید می‌شدند. مردم سرسام و آواره باشد که برای این کردلان سرخور دست می‌برداشتند و گرد همایی می‌کردند و با دستور و سفارش این نهنگ‌های منفور به افغانستان فرار کرده بودند، گرد از این مبلغ‌ها را نمی‌دیدند. در شرایط نهایت وزنین عمر به سر می‌بردند. برگردانیدن آنها به وطن نیز برای راهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به منفعت آنها نبوده، با بهانه بودوباشت مهاجرین تاجیک از دولت‌های خارجه مبلغ می‌گرفتند. جناب استاد نوری، جناب همتزاده، قماندان‌ها و بعضی آدم‌های دست سخت و دست محکم شاخدار برای بعضی هدف‌های ناپاک خود استفاده می‌کرد. نفران معین از دولت ایران هدفهایشان را واضح و روشن به راهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اظهار می‌داشتند. وقتی که به افغانستان رفتیم و گشتیم اومدیم و خلاصه را برآوردم، ما فهمیدم که نهضت نیت پاک نداشته است. از همونجا فهمیدم که ما بازیچه دست دیگر را بدستیم، یعنی ایران. اونجا هم آمدن یک کمپ گرفتن، آدمای ایران تعلیم میدادن. این زنک و دختر و بچه را افغانستان اینجا میبردن در ایران تعلیم میدادن. درست که برای اسلام هم گروهش خواندن، برای هنرمندی هم قسمتش خواندن، برای خیلی کارهای دیگه هم مثل کامپیوتر و دیگه چیزها هم خواندن. لیکن اکثریت جوانهای خیلی باهوش و با قدرت و با سلامت را در نظامی آموزش. برای افراد ذره ننگ و ناموس داشته این سخنها الکی تیر است به قلب، اما برای راهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دستور عمل مشخصی بود که آنها در حال پی اجرایش می‌شدند. شروع شد بوی صلح پاکسازی، صلح سازی شروع شد. لیکن اتحادیه اپوزیسیون اصلا حاصل کردن را با نهضت اسلامی در اصل صلح کردن را نمیخواست. میخواست که تاجیکستان را مثل افغانستان خرابسار بسازد. هر بار صلح نزدیک میشد وعده همین بود که مثلا 15 ماه دکمبر در فلان جا صلح در افغانستان یا ایران یا در فلان جا گفتشنید میشه یا در مسکو. اینا همچنان آماده میکردن. کی آماده میکرد؟ همون کمیته به نام کمیته که کمک برای تاجیکان ایرانی ها زده بودن از زیر اونها آتش میانداختن. آنچنان اینها غنی و قدرتمند و توانا میکردن که میگفتن که باید در صلح رفتن پیش صلح آنچنان جبهه ها را آتش بزنیم، آنچنان پیشروی کنیم، آنچنان دستی قدرتمند باید در صلح بشینیم. این بود هدف اساسی آنها. از این رو صلح را نمیخواستند، اما آن با مشقت‌های زیاد به دست آمد و این گروه کردلان باز هم میخواستند سود به دست دارند و برابر این پیراهه افلاس خود را ادامه میدادند. واسه که صلح شد و هر طرزی که بود با جگرخونی های زیاد خیلی آدم های خوب خصوصا پرزیدنت کشور تاجیکستان دندان به جگر زد، لیکن صلح را از دست نداد.
آور سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عبدالله نوری سید قیام الدین غازی را به خانه استقامتیش دعوت میکند. این دعوت به خاطر آغاز بخشیدن به موج خیانت و وطن فروشی و همکاری های مخفی با جمهوری اسلامی ایران بود که آن را سید قیام الدین غازی از عبدالله نوری و شهروند جمهوری اسلامی ایران به زودی و خوبی پذیرفت و قبول کرد. در اونجا چند نفرها بودن و یکی از ایرانی ها منو شناس کرد و نامش گفت، معرفی کرد که یه حاتمی نام داره و نماینده دانشجویای تاجیک در دانشگاهی المصطفى العالمیه و همین خود رفت بیرون و این آدم یعنی حاتمی خودش معرفی کرد. در اون معرفی همین گفت بود که من عضوی مخصوصی خدمات جمهوری اسلامی به نام سپاه پاسداران معرفی کرد. خب دعوت کرد برای که تو باید در این گروه ما خدمت کنی. ما را به خدمات مخصوصی جمهوری اسلامی ایران که نامش سپاه پاسداران است جلب. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقامات مخصوص حرب سیاسی جمهوری اسلامی ایران که سال 1979 از حساب اتریادهای نظامی انقلابچیان اسلامی و جانبداران راهبر مذهبی ایران آیت الله خمینی تشکیل شده است. این بود آغاز خیانت سید قیام الدین غازی به وطن و ملت خویش. سپارش‌های گرفته سید قیام الدین غازی از اینها عبارت بود: تبلیغ مذهب شیعه میان شهروندان کشور و بین مهاجرین تاجیک در فدراسیون روسیه، ایران دوستداری، جلب و روان کردن جوانان تاجیک با مؤسسه‌های دینی ایران، زیاد کردن اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بلند برداشتن نفوذ این حزب میان اهالی، به راه ماندن کارهای تبلیغاتی ضد حکومتی. سفارش‌های حاتمی را و در معرکه‌های توی، عروسی، ختم سوگی و جنازه‌های مردم، در معرکه‌هایی که مردم به هر اساس و نام فاتحه و هر چیزی می‌موندن، موعظه خود به همین می‌کرد. سال 2004 با همراه حمده هم خواجه الله به نزد ایشان قیام الدین به خاطر تحصیل علم اسلامی کتاب‌های فقه حنفیه ما در اونجا می‌خواستیم تحصیل کنیم، اما او ایشان قیام الدین برای ما عقیده‌های شیعه مذهبی، کتاب‌های شیعه مذهبی، حکمت‌های حضرت علی را به ما تعلیم می‌داد. من مدت هم 4 ماه تحصیل مشاهده نماز خواندن اون نشدم، اما 10-12 نفری که ما بودیم یگان تایما هم نماز نمیخونیم. از سویل ایشان قیام الدین خواجه الله پرسان کردم که چرا ما نمیخونیم، خود ایشان هم نمیخونن. او برای من گفته که ایشان قیام الدین غازی 1 سالش رو در مکه خوانده میاد. در مقابل هر سفارش از من معلومات نامه میخواستم که آیا اجرا کردم نکردم. در حقیقت سید قیام الدین غازی از نتیجه اجرایش عملهای خیانتکارانه خود به راهبران خارجیش معلومات نامه و گزارش مفصل آماده کرده آن را با طور مخفی به آنها پیشنهاد میکرد. در عوض مسئولیتی که به من میدادن و سفارشی که به من میدادن، برای آنکه من همین کار را با هوس اجرا کنم، میگفتن که ما پسرای شما را در المصطفى العالمیه میخوانیم و دیگر را بهتر آنها را ما میخوانیم میپوشانیم. راه‌های گرفتن دولت و از بین بردن ملت کدام هایند؟ این مکتب مخصوص است که راهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آن را از دولت ایران خوب آموخته در تاجیکستان عملی میکردند. ابرقدرت در دنیا شمول 4 رشته راه حمله دارد، 4 رشته راهی قبضه که دیگران رو بگیره. یکی برای فرهنگی است، تبلیغ میکنه، یکی برای خواندن است، یکی از اقتصاد که کار انجام میدن، یکی کارهای نظامی میکنه. همون رشته عملیات فرهنگی، علمی، تبلیغش برای این گنده بنده رسیده است. از تبلیغ بر دروغ خود اونها مبلغ
میگرفتن و با این مبلغ واقعا در تاجیکستان یا خانه هم ساختن، بیزنس هم کردن در تاجیکستان. اما مسئله دیگری که اینو داشتن مسئله تبلیغ شیعه‌گرایی بود. خاطر مرا دعوت کرد، گفت که آقایشون یک آشورای تشکیل کردنی هستن، باید اشتراک کنید و در اونجا صحبت کنید. عاشورا فقط عبارت از روزه داشتن و عبادت به خدای تعالی است و با کشتار، با قتل، با شهادت حضرت حسین یگان رابطه ندارد. یعنی ماتمداری، خود را خونسار کردن، زنجیر زدن، یعنی سوگواری برای قتل حضرت حسین که خود یک واقعه تاریخی است، مورد اختلاف است. من گفتم نمیرم، قطعا نرفتم. مدت گذشت، چند روز گذشت، تا یک جمعه را با ملاقات کرد، مرا دعوت کرد، باز دعوت کرد، دیدیم بسیار تند و تیز. گفت وقتی اشتراک نکردی جوان کن، مقاله بنویس، دسته پنتا تا اینکه آگاه شد مردم. حتی از او که مردم ها جمع شدن در اونجا برگزار کردن، سعی بیشتر آدم ها تماشا میکنن. امر بکنی کار بکن. از جانب کارشناسان کمیته آیین و کارهای دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مقاله‌های شهروند سعید قیام‌الدین غازی تحت عنوان پیام بابای ایشان به مناسبت عاشورا و مقاله دیگر فکر و اندیشه و خاطرات اطراف نهضت، مصاحبه با قیام‌الدین غازی که در سامانه‌های اینترنتی پهن کرده شده بودند، مورد تحلیل و تشخیص دینشناسی قرار داده شد. بسیاری مسئله‌هایی که در این مقاله‌ها آمده است، ببینیم آخرالامر با دعوت مردم به قیام نمودن، برانگیختن کینه و عداوت مذهبی، در به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی. مثال‌های مشخص اینجا هست که مردم رو با انقلاب، یعنی با راضی نبودن با ساخت کنستیتوسیونی امروزه. سال 2006 راهبر سابق تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عبدالله نوری بار دیگر طرفداران و خواجگان خود را از حساب خائنان داخلی و شهروندان جمهوری اسلامی ایران در منزل استقامتیش جمع می‌آورد. این جماعت به خاطر طرح‌ریزی نمودن نقشه تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای 10 سال بعدی بود. چی گفته میشد آن روز در منزل سید عبدالله نوری؟ کدام جنبه ها مورد آموزش و سفارش قرار میگیرید؟ به کی چی سفارش داده شده بود و به خصوص حصه و وظیفه سید قیام‌الدین غازی چی بود؟ وقتی من رسیدم سید عبدالله نوری برای گفت که شما تأخیر آمدید، ما کارها را به انجام رساندیم، جلسه ما به ختم رسید، ما پلانی 10 ساله و نقشه بسیار استوار و نقشه بسیار پخته که در این کار جمهوری اسلامی ایران به ما وعده های بسیار کرده است و در نقشه وجود دارد، باید در طول 10 سال عمل شود. در رأس 10 سال باید حزب حاکم، حزب جمهوری اسلامی باشد. در این باید که در تجارت ما کار کنیم، در نظامی باید کار کنیم، در فلان کار کنیم، در مردم کادر سازی کنیم، فلان سازی کنیم. لیکن در شما همین که شما با این زبانی که دارین باید تبلیغ کنید. ایرانگریزی و شیعه ستیزی را شما تبلیغ کنید تا کن شود، تا به پا بزنه، تا اینکه ما در غلبه پیروزی ما به دست بیاریم. یعنی فرمانها و سفارش هایی که در سال 2006 اولی 2006 جناب مرحوم استاد عبدالله نوری و همه اعضاهای خود یک و تک تک هر کدامش را وظیفه داده بود. بعد 9 سال در سال 15 سپتامبر سال 15 جناب نظرزاده یعنی حاجی حلیم وظیفه خود را کاملا اجرا کرد. ثمره او جلسه بعد 9 سال بروز کرد. بعد آنی که نقشه های طول 10 ساله ها طرح‌ریزی شده تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با سروری
جمهوری اسلامی ایران و عبدالحلیم نظرزاده ملقب با حاجی حلیم آشکور سعید خیامالدین غازی و فدراسیون روسیه فیدرال تا بین مهاجرین تاجیک در روسیه راه‌های تبلیغاتی را راجع به شیعه‌گرایی و قوی کردن نفوذ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیش برد. نهضتی‌ها اینا خواهش میکردن، یعنی اساسش باز همون ایرانی‌ها اینا را فرمان میدادن که وظیفه هایی که داشت باید عمل کنه. در روسیه تبلیغی ایران ستیزی که مردم دارن، ایران ستیزی را آرام کنه، شیعه دوستداری را، ایران دوستداری را باید آرام آرام با مردم مهاجر تاجیک بگوید. این فرمان به ما رسید. بسیار جوانمردها را در روسیه در خود سنت پترزبورگ بودیم، بسیار بچه‌ای که همون ناحیه خراسان است، اکثریت اونها را در اونجا گمراه کردند و آنها میان 3 وقت نماز میخوانند و در برابر اون 8 رکعت نماز میخوانند در تراویح و 3 روز روزه میگیرند. آخر 2015 به من دستور دادن، سفارش دادن درباره جنرالی حلیم زاده، حاجی حلیمی نظرزاده، ما باید در بین مردم، سفارش همینطور بود که در بین مردم مهاجر تاجیک همین آدم را یک شهید، یک قهرمان جلوه بتیم. سعید خیامالدین غازی که در اول تعلیمات پیوسته از خواجگان ایرانیش میگرفت، اکنون پورا آماده شده بود تا دیگر او پیروان مذهب شیعه و اعضایان تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در داخل کشور و بیرون از آن آماده نماید. یکی از چنین دستپروران مکتب خیانتگرایانه سعید خیامالدین غازی میرزا شریف اشورف است که سفارش‌های او را اجرا میکرد. ما موافق فرمایش اشاره سعید خیامالدین مردم را در مسجد یا در آن معرکه ها یا در مولد ها سخنرانی میکردیم. برای ایشون سوال وقتی که میپرسیدن ما میگفتیم که ما در حقیقت در فلان جا دعوت کردیم. امروز آگاه شدیم که مقصدهای آنها شیعه‌گرایی یا اینکه به دیگر راه ها که مثال مردم مثال به همین مردم تیار کردن است. امروز موحدین کبیری در خارج کشور پیروهای خیانتکارانه خود را ادامه داده کوشش سفید کردن تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را میکنند. همه عملهای کردهشان و تیر خاک خوردهشان دلیل از قلب و دید ناپاک این افراد کردیل وطن فروش است که حتی اعتماد شماره خیلی خرد پیروانشان را از دست دادند. حزب نهضت اسلامی یا حزب شد که امروز مردم آگاه، یا حزب آتش نفسی، خطاکاری، غلطکاری، بی‌ادبی، زیان آور و مردم به سقوط رسید. هرچند که راجع به نقشه‌های جنایتکارانه تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وابسته به تبادلات دولتی در ماه سپتامبر سال 2015 دست داشتن این گروه حزب تروریستی و اکستریمیستی فکت و دلیل‌ها آنقدر زیادند که تمام مردم تاجیک از آن برخوردارند. سابق راهبر تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و جنایتکار کنونی موحدین کبیری خود را به قول پرنده خوشخوان داخل قفس وانمود کردن می‌خواهد، اما سیریشت و روح اصلی آنها به ما معلوم است. به محض مثال و دلیل روشن میتوان چون قطره از بحر نوار زیرین را با دقت دید و گوش کرد. کبیری سال 2006 نقشه‌ای که بود، نقشه‌ای که کرده بودم که قبلا گفتیم، خیلی با سرور و با خوشی رئیسم شد. همین نقشه سال 2006 را نقشه را به عمل آوردن شروع کرد با امید این که نقطه بلندشون که در پارلمان تاجیکستان سال 15 به پیروزی میرسد و تمام قدرت اینا کوشیدن، سعی کردن، پول هم گرفته بودن، سعی هم کردن، تلاش هم کردن،
شهید هم مردم هست که از این ناحیه به اون ناحیه تبلیغ میرفت، لکن خوشبختانه در پارلمان پیروز نشد. با دندانان تیز، با زبان خیلی درشت تلخ، با حاجی حلیم همکاری را پول از جمهوری اسلامی گرفت، جیب او را پر کرد، دلش شاداب کرد و از گلخوده ها، از طالبا که در هر جا گلخوده هست، فریب خوده هست، از گلخوده های جمهوری اسلامی طالب علما را گرفت داد، از نهضتی هم در گروهی نظامیش کش کرد و چندین نفرهای دیگر از رزمندگان سابق اونها هم همراه کرد. یک گروه خوب پرقدرت کرد، خود فرار کرد و امر کرد که باید شما یک کودتایی کنید. کودتا یعنی از راه نظامی دولت قانونی را سقوط دادن، کشتار کردن و قدرت رسیدن. لیکن در پارلمان هم ناکام شد. در اینجا هم اینها ناکام موندن. این واقعه ها چیزایی نیست که پوشیده باشه، باید مردم بدانن. مگر که از همون میدونستی آدم هستم، من میدونم که همین کارها را اجرا کردن، همین عملها را از ما بشنوید که عمل کردن. اینا کبیری این چیزها را من میدونم. لافی بیهوده زدن، گردن شکستن. تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برابری دولت ایران خواهان دوباره احیا نمودن حزب مذکور را دارند. در جمهوری تاجیکستان یک بار مردم تاجیکستان ضرر و بدبختی را چشیدن، لمس کردن، حس کردن. خانه نبود که شهید نداده باشه، خانه نبود که گریه و زاری نداده باشه. میخوان یک بار دیگر حزب نهضت اسلامی که در کشور ما به نام حزب تروریستی قانونا اعلان شده است، میخوان همین را زنده کنند. زنده کردن نهضت اسلامی نه، نهضت قراتبینی، این زنده کردن یک بار دشمنی ها بر سر این ملت است. حتی ما همین ایرانی ها در وقت ما اعضای کمیته اشتراکی بودیم در ایران، اونها میگفتن که حزب نهضت اسلامی حزب الله ایران است. راهبرای ایران حزب نهضت اسلامی را یکی از حزب الله ایران حساب میکردن. چوی حزب الله باشه، ولی در دنیا اختلاف میاندازن و خون بریزنن، ایران این چنین نهضت اسلامی را ما حساب میکنیم. ما دانستیم که جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر با کمر محکم و استوار میخواهد این نهضت خطاکار را زنده کنند. وقتی زنده شد حتما مشکل شدن را میخوان در بین ما ایجاد کنند. و سید قیام‌الدین غازی در برابر تبلیغ و تشویق مذهب شیعه، تبلیغات ضد حکومتی وظیفه نو پیشنهاد می شود. ما چیزی که ای بالاتر هم فرمان داد که تو باید در فدراسیون روسیه رئیسی کل نهضتی های روسیه را در عهده بگیری و حیثیت روحانی تو باید این کار را انجام بدی. سید قیام‌الدین غازی دستک نوی فرمانها را از خارج کشور گرفته برای عملی سازی آن راه به سوی تاجیکستان پیش میگیرد. هنگام بازگشت او در فرودگاه با مبلغ کلان دستگیر می شود که طبق سفارش این مبلغ ها باید برای در عمل اجرا نمودن امر و درخواست رزیلانه برای احیا کردن تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلام و ویران نمودن امن و ثبات کشور باید صرف می شود. برای دیگه هم اضافه کرد که ما تا 2020 باید عملیاتی را اجرا کنیم که او عملیات 100% برای پراکنده کردن انتخابات باشه. این کار آن پیشرفت آبادی که در طول نزدیک 30 سال با زحمت و مشقت زیاد به دست آمد، کوردلان خارجی و داخلی نقشه از بین بردنش را دارد. مردم عزیز، ما از شما عذر میخوام، معذرت میخوام از شما و به حیث عضو همین نهضت از شما عذر میخوام. سالهای 92 کارهای بسیار سخت و سنگین در سرزمین ما با وقوع پیوست. جانی 150,000 یا بیشتر یا کمتر برده شد. خون به زمین ریخت، خون انسان، خون کدام حیوان نه بلکه خون انسان ریخت. خیلی از مردم مهاجر شدن به کشورهای همسایه. هنوزم اینجا فریاد بعضی مادرها هست که فرزندش کی میآید.
نکنید. خواهش میکنم نهضت اسلامی رو دستگیری نکنید، دنباله کارها نروید. در خطا ما غوطه خوردیم، برگشتیم، عذر میخواهیم، از خدا توبه میکنیم که این کارها به وقوع پیوست. شما هم خواهش میکنیم عذری مرا قبول کرده. پس از عذر قبول کردن قاطعانه میگم که از به این نهضت نشوید، کمک نکنید، یاری ندهید. امروز سید قیام الدین غازی گویا انگشت پشیمانی میگزد و از کرده های خود سخت پشیمان است. حقیقت به یک دلیل است. عاقبت خیانت شرمندگی است که از یاد کسی نخواهد رفت، زیرا افرادی که مقدسترین مفهوم و واژه را در روی زمین چون وطن مادر بر عوض انعام بیگانگان به آنها فروخت، دیگر از فهرست انسان کامل و عموما از مفهوم انسانی دور افتاد. محض نتیجه کار چنین افراد پست رذیل است که دولت‌های آباد و آسوده به ورطه خونباد و ناامنی و نابودی می‌افتند. دلیل روشن به این گفته‌ها امروز دولت سوریه است که ما و شما شاهدیم که در یک مدت کوتاه این دولت از کشور رو به ترقی به ورطه خرابی و نابودی قرار گرفت. اکنون باید به یاد آوریم که کشور ما نیز سالهای 90 همه این بدبختی ها را زیر سینه قبلا طرحریزی شده دشمنان ملت و خائنان وطن از سر گذرانیده بود و با مشقت و زحمت زیاد و متد و پرینسیپ های صلحجویانه و وحدت سازنده خود ملت تاجیک استقلالیت، وحدت و آرامی و صلح و امنیت را به دست آورد. هیچ کس برای ما تاجیکان وطن نمی سازد. امروز با یک دید می توان از پیشرفت وطن خویش دید و خلاصه کرد.